سلام به همه دوستان. اوایل مهر بود. وقتی رفتم سری به دوستم که توی باغش بود بزنم، در رو که زدم دختر نگهبان اومد در رو باز کرد. اومدم داخل و گفتم مرسی عزیزم. خندید و رفت. تازه اومده بودن اونجا، هنوز منو نمیشناختن. از رضا سوال کردم که چرا اومدن. گفت طالبان اومده بود رو کار و اونا هم از افغانستان فرار کردن. بعد یه مدت که هر بار می اومدم و در رو برام باز می کرد، یه روز ازش پرسیدم مدرسه نمیری؟ گفت افغانستان که بودم میرفتم، اما اینجا نه. گفتم دوست داری بری؟ ننه بابات میذارن؟ گفت آره میذارن، اما ظاهرا نمیشه. منم شنیده بودم که همه بچهای مهاجر میتونن تحصیل کنن. با اجازه مادرش گفتم بپوش بریم یه مدرسه ببینیم چجوریه. رفتیم و خلاصه گفت باید بریم میدان نمیدونم چی و اداره امور اتباع نامه بیارین. خلاصه نشد. کم کم بهش گفتم من کتاباتو میگیرم، هر وقت اومدم اینجا بیا به درس بدم. حکیمه فوق‌العاده دختر باهوش و با استعدادی بود. هفته‌ای یکی دو بار میرفتم اونجا و تو یکی دو ساعت چند تا درس بهش میدادم و میرفت تا هفته بعد همونا رو مرور میکرد و لابلاش هم مرتب زنگ میزد، از گوشی مادرش و اشکالاتش رو میپرسید. چند ماهی میگذشت و ما با هم خیلی خوب بودیم. یه مدت نتونستم برم باغ. به مامانش گفتم اسنپ میگیرم بفرستش بیاد اینجا بهش درس میدم. قبل اینکه باباش بیادم میفرستمش بیاد. اینجوری که شد خیلی روزا رو که خونه بودم میومد. گاهی هم فقط میومد اونجا که درس بخونه، چون 2 تا خواهر و برادر کوچیکتر از خودش هم داشت. خلاصه هر بار که می اومد نهار من و خودشم همراش می آورد. منم جبران می کردم. براش گوشت و مرغ می گرفتم می بردم. ظاهرا باباش اصلا خبر نداشت از این موضوع. حکیمه 17 سالش بود. چند وقتی بود اصلا مثل قبل نبود و مرتب نمی اومد. هرچی هم می پرسیدم چی شده هیچی نمی گفت. یه روز گفت عمو یه رازی رو بهت میگم ولی به کسی نگو. گفتم باشه. گفت بابای من فوت شده، این بابای من نیست. خیلی بابام فرق میکنه، مرتب اذیتمون میکنه، مادرمو میزنه که بهش پول بده بره شیشه و مواد و سیگار و اینا بگیره. گفتم اشکال نداره درست میشه. گفت مشکل اینجاست که این همه مشکل نیست. اخیراً گفته من باید زن پسرعموش بشم که یکی بدتر از خودشه. خیلی ناراحت شدم. گفتم بذار با مامان صحبت کنم. گفت میترسم. خلاصه راضی شد و گفتم ببین خودتو بدبخت کردی، نذار حکیمه بدبخت بشه. اونم گفت خب تو میگی چیکار کنم؟ گفتم بفرستش پیش خودم. گفت به شوهرم چی بگم؟ گفتم بگو حکیمه فرار کرده، منم خبری ندارم. خلاصه قرار بر همین شد. داستان من و حکیمه از اینجا شروع شد. با اومدن حکیمه خونه یه خواب من عملا شد بدون خواب. اتاق دادم بهش و رفتم کلی لباس تو خونه و بیرونی و مانتو و پالتو و کفش و اینا خریدم. همه چی عادی بود و حکیمه مرتب با مامانش ارتباط می گرفت. همه چی خوب بود و عالی. من و حکیمه هم کاملا دیگه صمیمی شده بودیم. چند باری هم با هم رفتیم مسافرت و کلی خوش گذروندیم. حکیمه هم مرتب ازم تشکر میکرد، اما من حتی یک دست هم از روی شهوت بهش نزدم. راحت بود جلوم، اما لباسای بسته میپوشید. 7 ماهی بود حکیمه اومده بود خونه من. مدت زیادی بود که رابطه نداشتم. یه روز گفتم میشه امروز بیای تو پذیرایی؟ من اتاق لازم دارم، یکی از دوستان میخواد بیاد.
قبول کرد و یکی از دوستام اومد و یه حالی داد و رفت. بعدش دیگه حکیمه سابق نبود. نگران بود ازدواج کنم. جایگاه حکیمه پیش من خیلی بالا بود. کسی جرئت نداشت چیزی بهش بگه. اونم از این مورد احساس قدرت میکرد. بالاخره یه روز بهار بود. رعد و برق میزد شدید. شب بود. اومدم بیرون. گفت احسان من میترسم، میشه بیام پیش تو بخوابم؟ اومد کنارم. هنوزم فکر میکنم سر موضوع دختره حالش گرفته بود. گفت یه چیزی بگم، ناراحت نمیشی؟ گفتم فکر کنم میدونم در مورد چیه. گفت آره دقیقاً. چی کار کردی با اون دختره؟ با خنده گفتم هیچی، با هم حرف زدیم. اون گفت منو فردا بفرست خونه مامانم. خلاصه بعد کلی اشوه و حسادت گفتم باشه دیگه کسی نمیاد. چند وقتی گذشت. یه روز به حکیمه گفتم آماده شو بریم شمال. رفتیم و بعد کلی خوشگذرونی حسابی کیف کرده بود. یه ویلا گرفتیم اومدیم خونه. رفتارای حکیمه عوض شده بود. مرتب دلبری میکرد. خب واقعا من هرگز به چشم دوست دختر بهش نگاه نکرده بودم. شده بود کنارم خوابیده باشه اما هیچ شهوتی نبود بینمون. اومدیم تو ویلا. حکیمه آرایش ملایم همراه با تاپ و یه شلواره که خیلی خوشگل پوشیده بود و اومد کنارم نشست. خجالت میکشید معلوم بود. گفتم چیزی شده؟ چیزی نگفت. یه دفعه دستمو گرفت. گفت احسان چرا؟ گفتم چیو چرا؟ گفت چرا این کارا رو برای من میکنی؟ اولش میترسیدم. در عوض کارایی که میکنی یه روز چیزی بخوای ازم و منم خب قطعا قبول نمیکردم. مطمئن بودم بعدش رابطمو به هم میخوره. یه مدت که گذشت دیگه اون حسو نداشتم. کاملا اطمینان داشتم. برعکس بعد یه مدت هرچی خواستم تحریکت کنم بلکه بیای سمتم تو نیومدی. خیلی با خودم کلنجار رفتم که چیکار کنم. از اون روز که دختره رو آوردی خونه خیلی به هم ریختم. همون موقع هم با اون دختره حسودیم شد. پریدم وسط حرفش. گفتم هرگز خودتو با اون مقایسه نکن. دستشو گرفتم. شوکه بودم چیکار کنم. دیدم اشکش اومد. آروم آروم از رو گونه‌اش اومد پایین. گرفتمش تو بغلم و گفتم تو عزیزمی، تو بهترین کسمی. الانم که همه کسمی. تو امانتی دست من. خدا همچین فرشته‌ای گذاشته جلوم. مگه دلم میاد برنجونمش؟ تو از پسر من فقط 10 سال بزرگتری. دست تو رو گرفتم یکی دست پسرمو بگیره. من 15 سال از تو بزرگترم. آروم در گوشش گفتم دوستت دارم. ازم فاصله گرفت و سرشو برداشت از روشونم و گفت چقدر راست میگی؟ گفتم شک داری؟ گفت نه میدونم داری اما نمیدونم چقدر. گفتم خیلی بیشتر از چیزی که فکرشو کنی. گفت اگه راست میگی یه قول بده. گفتم حتما. سرشو گذاشت روشونه من و گفت میخوام جای اون دختره باشم. هر کاری با اون کردی با منم بکن. مونده بودم چیکار کنم. خواستم پاشم برم. گفتم شب بد باشه. محکم بغلش کردم و گفتم یعنی داری قبول میکنی زنم شی؟ لبخندی زد. ذوق کرد. گفت زنت هم نخواستی بشم؟ نمیشم. تا وقتی تو بخوای و من باهاتم. تا وقتی تو بخوای من باهاتم مثل زنت. یه بوسه خوشگل ازش کردم. زیادم بلند نبود. گرفتمش تو بغلم و بلندش کردم و چرخوندمش. کلی عشق‌بازی و اشوه. راست شوکه بودم. از اون تایم به بعد همه چی عوض شد. عصر رفتیم دریا و من با شلوارک و حکیمه با تاپ و شلوار رفتیم تو دریا. دستشو گرفتم و رفتیم اون وسط. به بهونه ترس مدام تو بغلم بود. منم محکم میگرفتمش. خلاصه هر جور بود رسیدیم خونه. همین که وارد ویلا شدیم صدام کرد پرید تو بغلم. لباساش هنوز خیس بود. گفتم خیسم کردی؟ گفت اشکال نداره الان درش میارم. گفت اصلا خودت درش بیار. آره زود باش. نگاه هم تو نگاهش بود. دیدم دستش آورد بالا گذاشت تو طرف صورتم و بوسم کرد. بعدش شروع کرد دکمه‌های پیرهنم رو باز کردن. دست گذاشتم رو دستش. گفتم حکیمه مطمئنی؟ گفت خیلی. ادامه داد و دکمه رو که باز کرد سرشو گذاشت رو سینم و بغلش کردم. گفتم اگه مامانت مخالف بود چی؟ گفت من قبلا بهش گفتم.
گفتم که دوست دارم برای همیشه با احسان باشم. گفتم خب چی گفت؟ قانون ازدواج شما با ما فرق داره. گفتش مامانم گفت آرامشی که داری از همه چی بالاتره. اینو که گفتم عزیزم اختلاف سنی. گفت اگه بی لباسم نمی کنی برم. گفتم پس از الان من همسرتم. گفتم اینجوری نمیشه. پس برو لباساتو عوض کن بریم یه جایی. بعد رفتیم یه دست لباس خواب سفید توری شکل و لباس زیر و کفش و بعدش هم بردمش آرایشگاه. رسما تا حدودی شکل عروس کردمش و اومدیم خونه. یه آهنگ گذاشتیم و کلی رقصیدیم و بعدم کلی عکس گرفتیم. آخر شب بود. بعد کلی رقصیدن و ناز و اشوه حکیمه رو بغل کردم. چند باری دورش زدم آوردمش رو تخت. شروع کردم لباس تورش رو در آوردن. دیگه از اینجا به بعدش شهوت جای عقل حکمرانی میکرد. شروع به رابطه کردیم. حکیمه اولین بارش بود و حسابی هیجان زده بود. حکیمه رو مال خودم کردم. لذت بردم و کلی کیف کردیم. ما تو اون سفر کلی رابطه باحال داشتیم. هنوزم داریم و هنوزم مثل دوتا عاشق با هم زندگی میکنیم و لذت میبریم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه براتون لذت بخش بود که خوشحالم و اگه نتونستم درست بیانش کنم پوزش میخوام. مرسی از همراهیتون. ممنون که به این داستان هم گوش دادین. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و لایک یادتون نره. مرسی.